سلام. حواسه یه چیز شیرین کردم ولی خب گفتم که حالا یه چیزی باشه که حداقل میخوریش یه ذره سیرت هم بکنه، خوشمزن باشه، سه سوتم باشه، دنگ و فنگ نداشته باشه و بتونی از ایرفرایر هم استفاده کنی. بریم درستش کنیم. ماست با پروتئین بالا. ماست یونانی من استفاده کردم، چربیش هم صفره. حالا هر ماست یونانی، ایسلندی، هر چی که دارین 2 کاپ. ببخشید من خیلی تق میکنم دیگه، چیزی که مامانامون کردم مام یاد گرفت. خب 4 تا تخم مرغ داریم، حالا بزرگ و بسته هرچی کرمتون بود. یکی 2 تا. بله پروتئینش بالاست، یک دسر پروتئینی بالا. الانه که اینا تو دستم خودشه، بسم الله یه دونم افتاد، میریم که بگیریمش. افتاد روی ماسته، دستم بشورم. خب یه کوچولو وانیل میریزیم، برای خوش عطر شدنش من یکم پوست لیمو هم میریزم، خیلی خوشمزه میشه. یه جورایی میخواد فکر کنم شبیه مثلا چیز کیک بشه ولی ماستیش که بذاری تو ایرفرایر. یه چیز کیک سوخته هست حسم اینه ولی شدم نه، حالا باید ببینیم نتیجه چه پیش میآید. این پوستمون من شکر اریتیرول داشتین، استویا نداشتین، معمولی هر چی که دوست داشتین میریزیم و هم میزنیم. همین خوب هم میزنیم مواد یک دست بشه که بعد ظرفی انتخاب کنیم برای ایرفرایرتون که جا بشه. توش هم کاغذ حتما بندازیم و در فر 160 درجه سانتیگراد میپزیمش. میام خدمتتون. قشنگ یه دستش. خب حالا برای اینکه موادمون هم یک دست باشه از صافی ردش کنیم، بریزین توی قالبتون. یه ذره من غلیظه، باید با چیز کاردک لیسک سکر ردش کنن. این کار میکنیم که خوشگل‌تر و خوشبافتر درات. میبینیم دوله های ماست رو با این راحت باز میشه. خب حالا بیاین از شیرین کاریم بگم. اینو گذاشته بودم اون بغل، آرد ذرت، یادم رفت بریزم. میریزیم این تو، ببینیم که خوب حل میشه یا نه. امید که حل بشه، گوله گوله نشه. ببینین وقتی که مغز آدم در چند جا اسیر فکر و خیال باشه همین میشه. برای همین رو حسرت نخونید دیگه، کاری که میشه کرد دیگه. با اعتماد به نفس براتون درست میکنیم. الهی که به حق کی یعنی بگیم درست بشه. میگیم که بذاریم در فر. نه حل شد، هیچ موردی نداره، خوبم حل شد، نگران نباشید، همیشه تحت کنترله. خب من گذاشتم توی چیز توی افرایر. حالا اینو بذاریم زمین اینو روشن میکنیم، میذاریم اینجا روی بیک. خودش 160 هست. روی 25 دقیقه من میذارم و بسم الله. حالا آروم. گفتم شبیه چیز کیک سوخته میشه. فکر
کنم الان خودشو گرفته. باید یه خوده هم خودشو بگیره هم یه خوده توش حالت نرم باشه که من فکر کنم الان شده. خب حالا باید بذاریم یکم که خنکی در اومد 2 ساعت بذاریم یخچال، بعدش کات کنیم. اینو یادتون نره. حواسم نبود ماشین رخشویی زدم یه صداهایی میده و واسش استاپ کنم اگه داد. اینا که میبینین مال اون آرد ذرتی که آخرش زدم، بغل‌ها یه ذره ریخته روش. اینجا هم که میبینید کات شده، زودتر من تیستش کردم. من خیلی بافتش رو خوشم اومد. اگر تو ظرف کوچیک‌تر بریزین خب بیشتر پفو کنه. ظرف من یه ذره بزرگ بود. اینا نسوخته ها، چون ماست داره به این رنگ در اومده، مثل چیزکیک سوخته ای که اگر تا حالا درست کرده باشین که بر اثر حرارت پنیر یا ماست این رنگی میشه، ولی اصلا نسوخته. حالا الان بافتش رو بهتون نشون میدم. بافت بانمکی داره، خیلی حس چیزکیک میده، ولی خب پروتئین بالا، سالم، خوشمزه. صدا اومد. قشنگ برش میتونی بزنین، قالبی خوشگل. کدومو بخورم؟ بافت حالا بهت میگم. بافت کرمی خیلی صبور، شیرینی ملایم، من خیلی خوشم اومد. یه دسریه که سیرت نگهت میداره، بعد پروتئین بالا، کم شیرین. برای بچه هم خیلی خوب اگه خوششون یعنی بیاد. اصلا هم با تخم مرغ نمیده. حتما وانیل و پوست لیمو هم اگه خواستین خوش عطرش میکنه. واقعا خوبه، خیلی خوبه. 3 سوت هم درست میشه. فقط مثل من یادتون نره که و آخر مجبوشیم این ماشینمونه همه رو با هم دیگه بعد هم بزنیم. من آرد ذرت رو یادم رفت، ولی ببینیم بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. خوبیه کیک و کوکی های سالم همینه، یه چیزی یادتون بره آخرش هم برزین تفاوتی نمیکنه. به هیچ دستگاهی راحت 3 سوت.